حقوقشناس و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتاب عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من میتواند بیانگر مبارزه پنهانی قدرت در دالانهای حکومت پرزیدنت امام علی رحمان باشد. بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آگوست امسال به برخی از خلاصه های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می شود. دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخش به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آگوست با نظر داشته بند 189 کودکس جنایتی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازه داده شده است. در این بند قانون چنین گفته می شود حرکت هایی که برای برانگیختن کینه عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی مذهبی پس زدن شأن و اعتبار نژاد ملی، دینی یا محل، اینچنین ترغیب مخصوصیت و برتری شهروندان از نگاه مناسبت آنها به دین، زبان، منسوبیت به نژاد، ملت یا محل روانه شدند. اگر این کردارها به طور عمومی یا با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های علاقه برقی از جمله اینترنت با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال جزا داده می شوند. حبس همچون چاره پیشگیری در حالت‌های به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیب‌دار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. به گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالقزاده یک وطن دوست تاجیک است و در فکر فرار از تاجیکستان نبود، ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاه تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالقزاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیک رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومن یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بود. بند 189 کودکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدت از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت‌های روا می‌بیند که اگر عیب‌دار شونده با وجود تطبیق جزای مأموری برای چنین حقوق ویرانکنی‌ها در دوام 1 سال پس از جزا حرکت‌های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی دوام دهد، در مورد خالقزاده چنین ترکیب جنایی دیده نمی‌شود. دو حقوقشناس به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند چرا پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بند کودکس جنایی نیز به آن رابطه کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محلهای گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنابر ماده 30 کنستیتوسیون تاجیکستان سنزور دولتی و تعقیب برای تنقید منع است. زوراوری پروکراتور هم سنزور دولتی است که قانون اساسی منع کرده است، گفت یکی از حقوقشناسان به رادیو آزادی 31 آگوست. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها به بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که داستان کل تاجیکستان یک پرونده مرحلوی و پر سر و صدایی را به میان آوردن می‌خواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالایی حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیرا عباره از جانب گروه شخصان به مصلحت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالقزاده، سید مومن یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالقزاده در کتابش از این 2 نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعه‌های مهم گفته است که آنها را از همین 2 نفر شنیده از آنها اجازت گرفته است که شنیده‌هایش را چاپ کند. این حالت به دوستان کل تاجیکستان یوسف رحمان فرصت مناسبی را پیش آورده است تا نفوذ 2 چهره کلیدی حکومت و 2 شخص باوری بخش رئیس جمهور امام علی رحمان را هدف قرار دهند. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغ را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند میانه‌های ماه ایول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را تنقید کرده از آنها خواست خالقزاده را بازداشت کنند. روی راست با اشاره به یتیموف و رحیمزاده میگوید که نخواهد شما از آدم پشتیبانی کنید که ضد حکومت می نویسد. گفت یک همصحبت رادیو آزادی که شخص نزدیکش
در آن جلسه حضور داشته است. ظاهرا به تلاش‌های یوسف رحمان این بحث از صحیفه‌های فیسبوک به دالان‌های حکومت کوچید و جدی‌تر می‌شود. روز 3 آگوست جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان مقاله عبدالجبار رحمانزاده ادبیاتشناس و سفیر تاجیکستان در ازبکستان را نشر کرد که کتاب حوادث روزگار من را محکوم کرده است. دیپلمات تاجیک نوشته است که مؤلف باز چند نقل و حکایه و خاطره دوستانش را پی هم نقل کرده به انتقاد ساختارهای قدرتی دولتی مشغول می شود. در کتاب خالقزاده با اشاره به اینکه دوستم رمضان رحیمزاده و سید مومن یتیموف به من گفتند از حرفهای آنها نقل قول کرده است. در جای دیگر از مطلبش رحمانزاده مؤلف کتاب را به تحقیر دادستانی کل عیبدار کرده است. خالقزاده در کتابش نوشته است که نفر در پنجکن برای از تفتیش خلاص شدند به دادستانی کل پاره کلان داده است. در این جا حکایت کننده دادستانی کل را روی راست تحقیر کرده به نام او دوغ می آورد. گفته است رحمانزاده. یک حقوقدان تاجیک روز 31 آگوست به رادیو آزادی گفت سر و صدا در فیسبوک قضیه را مشهور کرد و به دادستانی کل دستک داد، ولی در اصل به جای عبدالخلیل خالقزاده می توانست هر کسی نزدیک به قدرتمندان اطراف پرزیدنت باشد. منبع نزدیک به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید پرزیدنت یتیموف و رحمانزاده را دستان راست و چپ خود می داند، به آنها باور کلان دارد. اما چند سال آخر رئیس این دستگاه و دختر پرزیدنت آزاده رحمان این دو و دیگر وزیران را در حالت وزنین گذاشته است. خانم تلاش دارد هم یتیموف و رحیمزاده و همه وزیران دیگر پیش از آنکه نزد پرزیدنت درآیند همه مسئله ها را با خود او مشورت کنند. پیشتر این خیل نبود، اکنون باید سگلسفت کنند. گفت این منبع. با وجود این به گفته منبع حالا هم بسیار مسئله هایی است که امام علی رحمان تنها با یتیموف و رحیمزاده در میان میگذارد. باوریش به آنها زیاد است، ولی واقعیت نشان میدهد که تاثیر این دو چهره کلیدی در پس منظر رقابت‌ها و راستای انتقال قدرت روبکویش است و داستان کل نیز از آن آگاه بوده. پس از بستن رشته خویشاوندی با امام علی رحمان و با استفاده از پرونده خالقزاده به هجوم گذرد. در همان جلسه دستگاه و با اشاره به چهره‌های کلیدی یوسف رحمان گفته است که چگونه آنها با کسی دوستی و از کسی حمایت میکنند که ضد سیاست پیشوای ملت است. اتفاقا از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع میرسد که حالا تفتیشات رابطه خالقزاده را با مخالفان تحقیق میکند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا از مخالفان پشتیبانی کردند. به گفته منابع رادیو آزادی از خالقزاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نام افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پیگرد قانونی قرار دارند.